خیلی کلمه نازک است. میگه اول این بچه به خدا سپردم، دوم به شما. باز به طور مثال به نزد دکتر میره یک کس، اول خدا، اورم الله به زبانشان زیاد نمیگه خدا میگه. من واسطه کلمه خدا رو میگم که اورم بفهمه، خداگویان. چی میگه دکتر صاحب؟ اول الله، اول این بچه به الله سپردم، دوم به شما. یا پیش مولا صاحب میره، اول الله دوم شما، اول الله دوم شما، هو الاول هو الاخر، اول الله آخر الله. الله دوم داره؟ نداره. به الله دوم باید نتراشی و بدبخت. اول میگه الله دوم شما، اول الله بود دوم شما بودیم. اگه شما نمی بودیم تباه شده بود. الله دوم نداره. باید بگی به وسیله شما، به کوشش شما، به سعی شما، به تلاش شما، به ذریعه شما. نگه که دوم شما، اول الله دوم شما. نه، یه الفاظ کفری است.